رستم اموملی رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان روز 5 سپتامبر سال 2022 ورزشگر جوان دستپرور مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 6 اوید به نمودهای گشتین شهر دوشنبه چمپیون جهان اوید به جودو میان جوانان اموملی نورالله را به حضور پذیرفت و به او برای دریافت عنوان قهرمانی همچون جایزه منزل دو حجرگی توفه کرده است. 7 تا 12 آگوست سال جاری در شهر گویاکیل کشور اکوادور در امریکای جنوبی چمپیونات جهان اوید به گشتین جودو بین جوانان برگزار گردید. در مسابقه مذکور 373 ورزشگر از 63 دولت دنیا اشتراک کردند. اموملی نورعلی در این مسابقه با نفوذ در وزن 66 کیلوگرم توانست همه حریفان خود را شکست دهد و عنوان چمپیون جهان را صاحب گردد. اموملی نورعلی از نوعه خراسان ولایت ختلان بوده یکی از گشتینگیران امیدبخش تاجیکستان به شمار می رود. مخلصان امیدوارند که مقام قهرمان جهان بین جوانان آخرین دستاورد او نیست و این ستاره جوان تاجیک در آینده به قله‌های بازم بلندتر در عرصه جهانی دست خواهد یافت.